برای همه قدر من این مدل دقت، این مدلی که شما میلیونر کردن میتود اگر شما راه اینوستر به پیش برید. وای درس اون روز درس سرچشمه درآمد ساختن ارگانیزاسیا істочник дохода کدومتون بودیتون وای روز؟ من گفته بودم که با اول وقتتون رو کجا صرف کنید؟ وقت کجا صرف کنید گفته بودم. خرگوش بودو، آهو بودو، краткосрочный доход خرگوش بود. так кролик. анакон. من گفتم اول یکم کاری که آدم باید بسیارتر قپد همون چیزی که быстрый деньги дает. оборачиваемые деньги. краткосрочный доход. درست؟ انا همون краткосрочный доход با 60% پول موندن در کار. دقت نویس. این مسئله میلیونر میکنه شما. اگر که راه اینوستر انتخاب کنه دیگه 60% همین مبلغی که شما اینوستیسیا میکنه فقط денежный поток برفتنش در کار. همون ساحه به که هر ماه یا که هر روز شما با کم که باشد درآمد آوردن گیرد. از 30% اینوستیسیا کنید.